بزن اتاق فرمان. خب بینندگان عزیز، بله خداوند متعال همه شما را عزت و عافیت بدهد و من با شما خداحافظی میکنم. ان شاء الله العزیز شب‌های آینده باز حاضر میشیم برنامه‌های دیگر. و نام امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. ذکر حیدر امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام قلبها را پر از ایمان میسازد، قلبها را زنده میسازد. جماعت دجالیه هر قدر نیرنگ بزنند، هر قدر تبلیغات بکنند، برای ما کافی است تمام سحر اونها را باطل بکنیم با یک نامی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. انت منی بمنزلتی هارون من موسی سلام الله علی امیر. یک ذکر امیر المؤمنین علیه السلام تمام طلسم های دجالیه را باطل میکنند. علمای دجالیه بشینید ببافید بر علیه من. در دوستی زنگ زد گفت در هالند، بله اونجا بر علیه شما خیلی زیاد تبلیغات میکنن، در تمام دنیا تبلیغات میکنن اینها. بله کار اینها مانند اینه که بر علیه طوفان یک سدی از خاکستر درست کنند. جماعت دجالیه تبلیغات شما بر علیه من مانند اینه که شما بخواید برابر یک طوفان یک سدی از خاکستر درست بکنید. سد خاکستر چی کار میشه؟ طوفان آمد باد هوا میشه میره گم میشه. شما هر چی بخواید تبلیغات بکنید. من یک بار میگم یا حیدر مدد، یا امیر المؤمنین مدد، انت منی بمنزلت هارون من موسی سلام الله علی امیر المؤمنین. و خداوند متعال قدر اثر گذاشته در این کلام. شیعیان قلبهاتون رو نگاه بکنید. وقتی که شما اسم مبارک امیر المؤمنین علیه السلام را از این شبکه میشنوید، شما به خانه هایتان نگاه بکنید، به دل هایتان نگاه بکنید، ببینید که در قلب شما چی موج میزنه. اون وقت بینندگان عزیز تمام این سحر جماعت دجالیت طلسم های ایشان همگی باطل، علماء درباری تمام سعی اینها لا حاصل. به خاطر چی؟ به نامی امام عصر علیه السلام و ذکر گرامی امیر المؤمنین علیه السلام. دوستان عزیز فردا ان شاء الله العزیز یا پس فردا یا پس در فردا ان شاء الله جلسه بعدی خدمت شما خواهیم بود در شب‌های آینده. چون برنامه عربی هم باید بگذارم، برای داعش باید بگذارم تا نگویند شما جماعت دجالیه درست نکنید که ما با داعش یکی هستیم، چون جماعت بر علیه داعش برنامه نگذاشتیم. ای لا مذهبا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.